پس از مصیبت و سختی یک آرامش و یک خوشخبر بدهد، مدت آن مصیبت با شما میماند. حضرت یوسف مگر در زندان سالها نه ایستادند؟ حضرت ابراهیم مگر تا 80 سالگی بی فرزند نبودند؟ حضرت ایوب مگر 18 سال بیمار نشدند؟ یعنی بعضی مصیبت ها همان لحظه از بین رفتنی نیست که مردم خیلی میخواهند زود این مشکلی حل شود و دوادوی میکنند، زود شتابان میروند نزد آن فالبین بدبخت که آن هم به جز سوزانیدن ایمان مردم و باز گرفتن پول و مال مردم کار دیگری ندارد. برای همین هر کسی که به سرت مصیبت آمد یقین داشته باش صبح نزدیک است. الیس الصبح بقریب میگوید الله. پس از این تاریکی پگاه روزی البته می آید، پس از ابرها باز آسمان کبود گشوده می شود، ولی باید صبر کرده باشیم. نباید اینقدر با شتاب دوان رویم و گویا که در همان لحظه او مشکلی ما رو آسان میکند از بحر ایمان خود گذریم. چیزی دیگر البته که این پند و نصیحت انسان‌های بی‌سواد اطراف. خواهران عزیز، در خاطرم هست در یک نمیدونم 14-15 سالگی من شخصا بیمار شده بودم. بیماری عادی دردسر و این بود. در خاطرم هست هر دویم نفر برای مادرم توصیه میدادن که نزد یگان فالبین ببر، شاید این یگان جین و چیزی دیگری داشته باشد. و والله اکثریت آنهایی که قدم به آستانه فالبین بدبخت می نهند همان نصیحت و توصیه های همسایه و خویش و تباران بی‌سواد بی ایمانشان است. نباید به هر یک نفری که گفت من نزد فالبین رفتم و شفا یافتم، من نزد فالبین رفتم و صاحب پول و خانواده شدم باور کنند و به نزد آن روند. یعنی توصیه های مردم بی ایمان، توصیه های مردم بی‌سوادی که آنها به فالبین اعتقاد دارند سبب می شود که مردم حل مشکلی خود را در فالبین بینند. اکنون ببینید سبحان الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند من اتى عرافا او کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. نزد یک کاهن رفتی، جادوگر رفتی و باور کردی به او، چیزی که او میگوید باور کردی، گفتی این راست میگوید، این از دستش میآید، این در حقیقت راست گفت، تو کافر شدی به آن چیزی که به محمد نازل شد. بعضی علما میگن این کفری که از دین میبرارد، نه، این کفر کوچکترش است، کفر دون الکفر میگن. اما بعضی از علما میگن نه، کفر کاملا از ملت خارج کننده که تماما از دین برآمده میروی، چون یک جادوگر دشمن الله را تو تصدیق کردی.